الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حمد و ثنا و صفت است به الله سبحانه و تعالی که ما و شما را فرصت عمر داد که باز هم در درس از درس‌های عقیده اشتراک بکنیم و این یک نعمت بسیار بزرگ الهی هست که الله متعال انسان توفیق نصیب میکنه تا در راه خیر یاد بگیره و هر روزی که ما و شما در درس‌های عقیده اشتراک میکنیم اما آیات قرآن تطبیق میکنیم که الله متعال میگه فعلم انه لا اله الا الله. پس علم حاصل بکو که نیست هیچ کسی مستحق از که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه بغیر از الله سبحانه و تعالی. موضوع امروز ما و شما شرک در عبادات زبانی هست و ای که چه قسم ایمان کسی در امور زبانی در توسط زبان انسان داخل نقض ایمان میشه. بعضی از عبادت‌های بدنی که ما و شما را در بخش توحید در عبادات بدنی خواندیم در این بعضی اوقات مخلوقات شریک میشن و این باز شرک در چی میگن؟ در عبادات زبانی میگن. ما و شما 6 قسم عبادت داشتیم که عبادت فکری بود، عبادت قلبی بود، عبادت زبانی بود، عبادت مالی بود، عبادت بدنی بود و عبادت تشریعی یا قانونی بود. ما و شما در عبادات قسم سوم در عبادات زبانی رسیدیم. بعضی که عبادات شرک در عبادات فکری و قلبی را بیان کردیم. قسم سومش شرک در عبادات زبانی هست. شرک در عبادات زبانی چند قسم است. اول شرک در حمد و ثنا گفتن است. ما و شما در قرآن عظیم الشان در آیت سوره بقره میخوانیم که الله متعال میگه الحمد لله رب العالمین. در اینجا الله متعال بیان میکنه که حمد و ثنا و صفت لله. علما میگن که اینجا لام برای چی هست؟ لام برای تخصیص هست و لام برای استحقاق است، یعنی مستحق حمد و تخصیص حمد برای الله هست. برای پیغمبران ما مثلا درود میفرستیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اما حمد مخصوص الله هست که در او حمد چی گفته میشه؟ صفات بسیار عالی. حمد چی هست؟ که تمام صفات عالیه که به جلال و عظمتش الله سبحانه و تعالی است، این مخصوص الله هست که باید برای الله بیان شود. شرک در حمد چه قسم میشه؟ وقتی یک کسی در قسمت یک مخلوق افراط میکنه، در زبان بر از او الفاظی را استعمال میکنه که او صفات مخصوص مخلوق نیست. از این خاطر در حدیث شریف ما و شما میخوانیم که حدیث صحیح البخاری هست عن عمر رضی الله عنه، عمر ابن خطاب رضی الله عنه صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم، راوی حدیث است. این میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. لا تطرونی، شما زیاد مرا توصیف افراطی نکنین. او صفاتی که به شأن ما
که مخلوق هستم شایسته نیست. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مثل که نصرانی ها عیسی ابن مریم علیه السلام از زیاد توصیف کردن و در این توصیف زیاد افراد کردن، بالاخره صفات الله را، اموری که مخصوص الله هست، ایره به عیسی مسیح علیه السلام دادن. امروز اگر شما در هر کلیسای از کلیساهای نصرانی ها داخل شوین، الله کاملا فراموش است و در هر کدامش مجسمه ساختگی و دروغی عیسی مسیح گذاشتن. از این طریق بت پرست شدن. میگن که ما الله را عبادت میکنیم، در اولا میگفتن، باز میگفتن که عیسی مسیح پسر الله هست. اولین توصیف بالاخره از مقام مخلوق کشیدن، گفتن فرزند الله هست. و بالاخره آهسته در معابد خود مجسمه ازیر داخل کردن، بت پرستی رو شروع کردن. بت پرستی است. ای که اگر کسی بت پیغمبر پرستش کنه، ای هم شرک است. اگر بت یک ولی را پرستش بکنه، هم شرک است. اگر کدام انسان دیگر بتش یا قبرش پرستش بکنه، چی از پیغمبر باشه، چی از ولی باشه، چی از نبی باشه، از هر کس. اینال رسول الله صلی الله علیه و سلم درس میده برای ما شما، درس توحید. میگه لا تطرونی، زیاد در مدح من زیاد ثناگویی نکنین، به اندازه توصیف بکنین که مثل که نصرانی ها به عیسی مسیح کردن، صفات الله را بر ازو دادن. فقولوا انما انا عبد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من بنده هستم. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم توحید بیان میکنه. ما توحید از کی یاد بگیریم؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد بگیریم. بعضی کسا هستن توحید میرن از فلسفه و از منطق یاد میگیرن، از منطق ارسطو، فلسفه افلاطون و سقراط و ایگفا. نه دوستای عزیز، در یک حدیث خود رسول الله صلی الله علیه و سلم منهج اعتقادی در مورد شخصیت خودش برای ما شما بیان میکنه. چی میگه؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد. جا توصیف اضافه نکنین مثل نصرانی ها که عیسی پسر مریم علیه السلام از یاد توصیف کردن و بر از او صفات الوهیت دادن، ربوبیت دادن. این کارا نکنین. انما انا عبد، یقینا او مردم، ای امت من بنده الله هستم. انا عبد، بنده هستم. او صفاتی که الله داره صفات خالق است، صفات معبود است. من بنده هستم، عابد هستم، خودم عبادت میکنم. فقولوا، پس بگوین، رسول الله صلی الله علیه و ما درس میده، فقولوا، پس بگوین عبدالله و رسول، بگوین بنده الله هست و رسول الله هست. کفایت میکنه بر ما این دو صفت. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به معراج میره، به مهمانی الهی میره با آسمان ها، الله متعال میگه سبحان الذي اسرى بعبده. سبحان الذي اسرى، پاک از او ذاتی که در شب برد بنده خدا. این ببینید بر رسول الله کلمه بنده بهترین صفتش است که بر از او استعمال کرده و او را به خود نسبت داد. الله متعال گفت عبدهی، اضافت تشریفی، یعنی پاک است او ذاتی که یک بنده شریف و بنده عالی مقام و بنده که در بندگی خود مقام عالی داره، اما صفات الله را نداره. الله صفاتی داره که معبود داره، صفات عظمت است، کبریا هست. لا تأخذه سنة ولا نوم، الحی، زنده حقیقی هست. القیوم، که تمام کنترل مخلوقات دنیوی و اخروی، دنیا و آخرت کلش را کنترل میکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که
در الفاظتان بسیار محتاط باشیم. از این خاطر امت رسول الله صلی الله علیه و سلم امت وسط است. افراد نمیکنه در شخصیت پیغمبر. رسول الله میگه افراد نکنین، بگوین بنده الله هست و رسول الله هست. بنابراین من بنده هستم، صفات بندگی دارم، صفات خالقیت و صفات معبود ندارم. او صفاتی که به جلال و عظمت الله شایسته هست او و من نیست. من مخلوق هستم، بنده هستم. و در بین بنده ها باز من رسول الله هستم که یک مقام خاص در بندگی خود دارم که از دیگه بنده ها که در رتبه ما بلندتر است رسول الله هست. و ما به اردوی از ایمان داریم و در کلمه شهادت میگیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اینان وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده و رسول است، بنده هست و باید هم نشن. پایینتر از این صحابه عین گپ، اولادی پیغمبر عین گپ. نباید صفات الله را برای اولادی پیغمبر بدیم. وقتی بر پیغمبر داده نمیتونیم، بر اولادش درجه یک داده نمیتونیم، برای صحابهش داده نمیتونیم. کلشان بنده هستن و کلشان مخلوق هستن و شاگردای مکتب نبوت هستن. رتبهشان از ما که چرا بلند است؟ به خاطر که عمر رضی الله تعالی عنه و ابوبکر صدیق رضی الله عنه و عثمان و علی و بسیاری از صحابه که در زیر درخت بیعت کردن، الله از اونا راضی هست و مؤمن اونا را خطاب کرده. ایمانشان الله قبول کرده و الله از اونا راضی شده و یک تعدادشان به جنت بشارت داده. این مقام عالی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است که ما و شما به او رسیدگی نمیتونیم. به او رسیدگی نمیتونیم. اما بنده هستن. بنده هستن. پس نه افراد میکنیم مثل نصرانی ها که توصیف کردن پیغمبرن، بالاخره توصیف، بالاخره حمد، بالاخره ثنا، بالاخره صفات الله را برزی دادن و از مقام بندگی کشیدنش. این افراد شد. و بعضی کسای دیگه مثل یهودیا اونا تفرید کردن، کمی کردن. وقتی شما کتاب بایبل بخونین ببینین که برای پیغمبرا کلمات زشت را مثل شراب نوشیدن و مثل العیاذ بالله پیغمبرای معصوم به زنا و شراب و گناه و به این چیزا متهم میکنن. نصرانی ها افراد کردن، کافر شدن. یهودیا تفرید کردن، کافر شدن. و ما و شما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیم لا نفرق بین احد من رسله. در بین پیغمبرات تفرقه نمی کنیم. کلشان معصوم هستند، پاک هستند، مخلوق هستند. به این شکل عقیده توحیدی خدا حفظ میکنیم. نوع دوم شرک در ذکر است. انسان مؤمن موحد همیشه وقتی که میخیزه میشینه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، والله اکبر. از خواب که میخیزه الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور. وقتی که نماز شروع میکنه الله اکبر. وقتی که دستای خود بسته کرد میگه که سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله الا غیرک و لا اله غیرک. در التحیات میگه التحیات لله و الصلوات و الطیبات. چی معنی؟ التحیات تمام صفات عالی، تمام عبادات زبانی مخصوص الله هست. و الطیبات التحیات لله و الصلوات، التحیات لله و الصلوات و الطیبات، تمام عبادت های زبانی و بدنی و مالی مخصوص الله هست. پس انسان مسلمان موحد ذکر الله را میکنه. اما مشرکین چی میکنن؟ در نشست و برخاست خود وقتی که در یک اتاق شیشته باشی آثار شرک از زبانش معلوم میشه. وقتی میخیزه عوضی بگه یا الله،
نام یک مخلوق میگیرن. مشرکین قریش عوض یا الله یا هبل یا لات یا منات. امروز شرک چه قسم میشه؟ یا پیر یا پیغمبر یا علی یا ابوالفضل یا سخی جان یا فلانی یا فلانی. پس اینجا چی هست؟ شرک در ذکر میشه. به عوض از اینکه الله را یاد بکنن مخلوق یاد میکنن. مشکل دیگه چی هست؟ و اذا ذکر الله وحده، وقتی که باز برای کسایی که در شرک مبتلا هستن پرستش میکنن، یا پیر پرستش میکنن یا پیغمبر پرستش میکنن یا اولاد پیغمبر پرستش میکنن یا اولیاء الله را پرستش میکنن یا مثلا دیگه مخلوقات پرستش میکنن. الله متعال میگه و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. وقتی که الله به یگانگی یاد میشه، کسانی که به الله و آخرت ایمان ندارن دلهایشان میگیره، اشمئزت، دل تنگ میشن. چرا از توحید گپ میزنین؟ ما مسلمان نیستیم. چرا همیشه شرک بد میگین؟ آیا ما مشرک هستیم؟ خب برادر عزیز، الله متعال میگه که این صفت مشرکا هست. و اذا ذکر الله وحده، وقتی که الله به وحدانیتش یاد شد اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون، قلبهایشان چی میگیره؟ قلبهایشان تنگ میشه. چرا اینجا موضوع توحید یاد میشه؟ چقدر توحید میگن؟ حال چرا خفه هستی؟ و اذا ذکر الذین من دونه، سه صفات مشرکین چه قسم بیان میکنن؟ این شرط نیست که یهود باشه یا نصارا باشه یا قریشی باشه یا فلانی باشه. هر کس عین صفات پیدا کرد در شرک داخل میشه. یهود هم میگه ما مسلمان هستیم، کلمه میخوانیم، با کتاب آسمانی داریم، کلمه میخوانیم، کتاب آسمانی داریم، موسی علیه السلام قبول داریم، پیغمبرای قبل از موسی را قبول داریم. اما الله میگه نه کافر هستی. نصرانا هم میگن، الله میگه نه کافر هستن. قریشی ها هم میگفتن که ما اولاد ابراهیم اسماعیل هستیم، کلید کعبه هست، ما کعبه را احترام میکنیم. الله متعال با وجودی که به کعبه خدمت میکنین، با وجود از که حجر الاسود مقدس قرار میدین، با وجود از که خدمت گذاری میکنین، برای حاجی ها نان میتونین، چی میتونین، کافر هستین. این حال چی هست؟ شرک در ذکر چه وقت میشه؟ در زبانت بغیر از الله مخلوق داخل بکنی. در وقت عبادت و اطاعت و کمک خواستن و استعانت و استغاثه و دعا، و در مجالست وقتی که توحید گفته شوه خفه شوی، خسته شوی، نه گپ نزنین از توحید، بگذارین این گپاره. اما اگر باز قصهای دیگه و قصه گفته شده درباره شخصیت‌های انسانی صحبت شوه، باز درباره از 2 ساعت 3 ساعت بحث شوه، واه چقدر از فردوسی گپ زدین شما، چقدر شخصیت نستوه و شخصیت عالی هستین شما. از این کتاب فردوسی معلومات دارین؟ بله اشعار فردوسی رو من میخوانم، من فلانی شاعر میخوانم، از فلانی رو میخوانم، یا از شخصیت های سیاسی. باز در اونجا و اذا ذکر الذین من دونه غیر الله که ذکر شود اذا هم یستبشرون، بازیا بسیار خوشحال میشن، مثل که برشان خوش خبری داده باشی. این صفت بسیار غلط است. و میگه که انهم كانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون.